گروه بامزه ها غذاشون آماده کردن. اصلا نگم برات واقعا تشویق داشت سفره‌هایی که تشویق ما اینو می‌بریم کلا تست می‌کنیم. خیلی خوشگل، خیلی قشنگ، عالی. آخه عاشقم. بله خواهش می‌کنم. آرنا جون عزیزم اونو میاری همه تست کنن خاله. امیر آقای گل. گروه تبسم هم غذاش آماده کرد. اومدن داورا دارن تست میکنن غذا رو که نمره نهایی رو بدن. به به باران خانم. اسم غذاتون چی بود؟ بخچه بادمجون و گوشت. یعنی اون من خوردم عالی بود. مرغ در حد رستوران وجدان. یعنی اون من خوردم عالی بود. مرغ در حد رستوران وجدان. این برگر گروه خوشمزه ها. این بر گروه بامزه ها بود یا خوشمزه ها؟ خوشمزه ها. اون بریا چی بودن؟ بامزه ها. بامزه ها. کارو بگی. خاصه. اینجا باید آدم الان باید از وسط باز شه. کارو بگی. من حس می‌کنم در کابینت رو وا کرده. درود به شرفتون. درود به شرفتون. عالی. عالی. به خدا. این الان اون بادمجونه رو با پنیر پیزا و خامه. شیر. اوه من. ببین تبسم چیکار کردی با اون مرغت این دفعه همه با تمام زورشون اومدن. آره. یعنی اصلا رقابت الان واقعا همون بهتر من شرکت نکردم. آره اصلا اگه داور شدی رقابت سنگین. اگه شرکت کردم آبروم میره.